با درود خدمت پایانرهای عزیز. دوستان، امروز میخوایم KYC پای رو بررسی کنیم. چطوری KYC کنیم؟ داخل این آموزش از 0 تا 100 تقریبا شروع میکنیم. من این قبلا یه آموزش KYC گذاشتم مال 2 سال پیشه. اون موقع KYC متفاوت بود. اومدم یوتیوب چک کردم، دیدم تقریبا 20,000 بازدید خورده، ولی متاسفانه هیچ کلیپ آموزشی فارسی زبانی داخل یوتیوب وجود نداره. یعنی من خودم تعجب کردم واقعا از این کمکاری جامعه فارسی زبان پای نتورک، با اینکه ما حداقل 2 میلیون پایانر ایرانی داریم. دیگه این تکلیف رو دونستم و خودم که بیام شروع کنم این آموزش رو بدم. دوستان، این اکانت که میبینید اکانت من نیست، اکانتی که از دوستانه. من خودم KYC کردم، نمیتونم دوباره آموزش رو بگیرم. اومدم از این اکانت استفاده کنم برای KYC که به شما آموزش بدم. شما همونطور که میدونید برنامه پای باید داشته باشید، پای بروزر هم باید نصب کنید. دوستان میرید، من الان پای بروزر رو نصب شده دارم، ببینید این برنامه است. ولی عرض کنم خدمتون، بریم داخل فروشگاه پلی. پای یا پای بروزر، هم پای هم سرچ کنید کافیه. ببینید گزینه دومی که داخل پلی استور میاره پای بروزر است. شما پای بروزر رو نصب میکنید. بعد از نصب ببین شما باید یه کاری بکنید، باید برید بس کردن پای بروزر به پای. بعضی داخل این قسمت مشکل دارن. چه راه حلایی وجود داره؟ ببینیم، ما پای رو باز میکنیم، گزینه رو میزنیم. اینجا پای بروزر گزینه سوم هست، گزینه سوم میزنیم. دو روش برای وصل شدن هست، اولی دومی. معمولا دومی بهتر جواب میده. این دوتا گزینه ای که میبینیم، ما گزینه پایین رو میزنیم. ببینید این گزینه است. الان شاید پایین صفحه داخل یوتیوب نیفته، چون من دارم از صفحه گوشیم فیلم میگیرم. یه خورده بابت ادیت مشکل دارم، باید ببخشید، ولی دیگه واقعا لازم بود که این فیلم رو بگیرم. ما گزینه پایین صفحه آلترناتیو ساین این رو میزنیم. ببینید مستقیما وارد پای بروزر میشه. اینجا یه چند لحظه زمان میبره، صبر میکنید. باید تو 90% اوقات همین بار اول که زدید کاملا اتوماتیک وصل میشه به پای شما. ببینید اگه این صفحه رو بالا آورد یعنی چی؟ یعنی وصل شده. ولی اگه نیاورد شما باید این کار رو تکرار کنید. بعضی اوقات هم داخل این صفحه چیز وصل شدن رو با شماره تلفن و فیسبوک میزنه، که اگه شما با فیسبوک نصب کردید، گزینه فیسبوک رو میزنید. چون اینو قبلا وصل کرده بودم، متاسفانه نتونستم اون صفحه رو نشونتون بدم. با فیسبوک وارد میشید. اگه نه، گزینه دوم با شماره موبایل میزنید، شماره موبایلتون رو وارد میکنید، بعد میره صفحه بعدی، رمزتون رو میزنید، این صفحه میاد بالا. ولی راحت ترین راهی که نشونتون دادم همین راهه. وارد پای میشیم و وصل میشیم به این صفحه. ببینید گزینه‌ای که اینجا هست ما کار نداریم فعلا، فقط با گزینه KYC. یک گزینه مونده به آخر، این گزینه رو ما کار داریم. KYC رو ما میزنیم. این نکته هم در نظر داشته باشید، باید درخواست KYC برای شما اومده باشه. اگه نیومده این کارو نکنید، چون اگه درخواست KYC نیومده باشه شما با آیدی کارت میاید KYC میکنید، بعد KYC هم میشید، تیک هم میگیرید، ولی تیک سبز، ولی پای از پای ها وارد کیف پولتون نمیشن. شما تا زمانی که بهش میگن KYC آزمایشی. اگه برای کسانی پیش اومده KYC شون به رنگ نارنجی در اومده، حالا اینا رو داخل کلیپ های جداگونه سعی میکنم فیلم بگیرم و داخل صفحه بارگذاری کنم. ولی اگه قسمت KYC تون علامت به صورت نارنجی اومده، همین قسمت صفحه رو که میزنید تایید شده، مدارکتون بارگذاری کردید. این KYC کاملا مورد تایید پای هست، ولی مشکلی که داره پای ها وارد کیف پول نمیشن. ببینید دوستان، وقتی این صفحه باز شد، برای بعضیا باز نمیشه. هر گونه اروری داشتید زیر همین پست کامنت بذارید، من حتما راهنماییتون میکنم. ببین این صفحه باز میشه. صفحه اوله شما میایین کشورتون رو انتخاب میکنید. همونطور که میدونید ما ایرانیان نمیتونیم KYC کنیم، پس شما باید آیدی کارت سفارش بدید.
که آیدی کارت هم نسبت به کسایی که بالای 200 دونه پای دارن واقعا ارزش داره آیدی کارت سفارش بدن. الان آیدی کارت با کیفیت که میشه تمام صرافی‌ها رو باش KYC کرد، هولوش $40 $50. حالا آیدی کارت خیلی ارزون تر هم برای پای نتورک هست، بستگی به وسعتون داره. حالا اگه کسی با قول هنوز آیدی کارت سفارش نداده و جای مطمئنی رو نداره، میتونید پیام بدید، من وصلتون میکنم به کسایی که هم مطمئنن هم خودم برای تعداد زیر مجموعه هم تعداد بالایشون آیدی کارت سفارش دادم. ببین اینجا من کشور آذربایجان انتخاب میکنم چون الان آیدی کارت من آذربایجانه. ببینید آذربایجان. خب میگه شما چی؟ آیدی کارت، پاسپورت یا گواهینامه رانندگیه؟ من الان آیدی کارت دارم، گزینه دوم نشنال آیدی کارت رو انتخاب میکنم. این سه گزینه رو تیک میزنید، ببین موافقت میکنم و برحال هر چیزی ورد جلو شما تایید میکنید. آی اگری، لیتس گو، پایین صفحه رو لیتس گو رو میزنیم. ببین دوستان، احتمالا من اینو بارگذاری کنم تو یوتیوب یه مقداری پایین صفحه از تصویر نیفته و واقعیت وقت ادیتو ندارم، ولی چون لازم دونستم این کار رو انجام بدم دیگه چاره ای نیست، فعلا این کار رو انجام میدیم. حداقل خیلی از دوستان و پایانرهای ایرانی واقعا سرگردونن، یعنی آموزش و منبع خاصی برای آموزش وجود نداره. ببینید این صفحه که میاد یه نکس پایین صفحه است، این نکس رو پشت سر هم میزنیم تا این صفحه کامل رد بشه، یعنی 4 بار. ببینید الان این دو تا گزینه میاد، اینجا توضیح داده بالا که آقا عکس اینو باید از جلو و پشت آیدی کارت عکس بگیریم. پایینش نوشته I'm ready، ما کار با این دوتا نداریم. ببین بالا توضیح داده که شما گوشی رو به این صورت بگیرید، این پایین گوشی رو مثلا با این زاویه نگیرید، توضیحات لازمه و سعی کنید آیدی کارت شفاف بشه برای عکس گرفتن. اینا حتما دقت کنید وقتی میخواید عکس بگیرید آیدی کارت شفاف بیفته، اطلاعات مخصوصا اسم، فامیل و بیشتر عکس تصویر چهرهتون. ببینید الان من میزنم، من آیدی کارت خودم رو که قبلا هم KYC کردم انجام میدم، ولی خب مراحل پایانی ثبت رو نمیزنم. ببینید الان یه اد فرونت فوت این قسمت این اومده، ما اول اینو میزنیم، عکس از جلوی آیدی کارت میگیریم به صورت افقی، بعد گزینه دومی فعال میشه که عکس از پشت آیدی کارت. ببینید اینو میزنیم، توجه کنید الان فعال شده. ما یه عکس، ببینید الان من فقط یه عکس غیر شفاف میگیرم از آیدی کارت. حالا شما توجه کنید حتما شفاف باشه عکس، چون من نمیخوام این اکانت رو KYC کنم. با این کارت یه بار KYC انجام شده. ببینید که عکس رو گرفتیم، توجه کنید همینطوری افقی باشه، با این شفافیت باشه قطعا آیدی کارتتون تایید نمیشه، اکانتتون تایید نمیشه. گزینه دوم میزنیم، من مجبورم بگیرم برای آموزش، چون اگه این عکس‌ها رو نگیرم اجازه نمیده بریم مرحله بعد. اگه عکستون ایراد داشته باشه برمیگردونه دوباره شما رو به ویرایش عکس، ولی الان در هر صورت تایید میکنه. ما نکست رو میزنیم. خب مهم اینایی که من میخوام توضیح بدم. ببینید هر کشوری اول میگه فرست نیم، ببینید اینجا شما اسمتون رو وارد میکنید، مثلا من اسم خودم میزنم. گزینه بعدی میدل نیم، دوستان میدل نیم رو وارد نمیکنید. میدل نیم مال موقع بود، مال کشور ما نیست. بعضی از کشورها موقعی که شما پای رو نصب کردید یه اسم دوم از شما میخواست، اسم خانواده همسر. تو بعضی از کشورها قانون اینطوری که شما بعد از مثلا خانوما بعد از ازدواج فامیلیشون رو کلا تغییر میدن، به فامیلی شوهر در میارن. اینو یا میدل نیم، این یه گزینه بود. گزینه این میدل نیم مثلا نوشته بود موقع اوایل که شما پای نصب میکردیم، میگفت که مثلا شما آیا به اسم دیگه تو محله معروف هستید؟ داریم مثلا طرف محمد قلی، ما خودمون تو بختیاری بهش میگه منقلی، همچون چیزی که ما اینو وارد نکردیم مثلا تو پای و واقعا لازم نیست. پس ما این گزینه دومو خالی میذاریم. توجه کنید میریم گزینه سوم لسنه ما فامیلی رو وارد میکنیم. مثلا من الان همینطوری وارد میکنم یه چیزی الکی. اینا رو دقت کنید، اگه
نسبت به آیدی کارتتون یک حرف جابجا باشه KYC تون تایید نمیشه و متاسفانه فعلا ویرایش KYC فعال نشده. پس دقت کنید که اشتباه وارد نکنید، خیلی روی این موضوع دقت کنید. اینجا ببینید گزینه بعدی جنسیت رو میگه. جنسیت ما 2 تا جنسیت 3 تا گذاشته. یکی اولی جنسیت مؤنث یا خانم هست، دومی مرد، سومی میگه من نمیخوام راجع به جنسیتم چیزی بگم، مثلا مرد رو انتخاب میکنید. گزینه 4 تاریخ تولده. ببینید تاریخ تولد رو به میلادی چطوری وارد میکنید. اول میاد سال انتخاب میکنید، مثلا بالفرض 1958. بعد میایید ماه انتخاب میکنید. ماه تو کارتتون مثلا زده 12، ولی اینا به ماه نوشته شدن به ماه میلادی. اگه اینجا مشکل دارید بشمارید، مثلا 1 2 3 همینطوری میایم پایین تا رو 12می که بزنید درست در میاد. آخرین گزینم روزه، مثلا 8، من میارم رو 8. ببینید شد 8/12/1958. Document ID Number. ببینید ID Number در واقع همون شماره ملی خودمون است که ID Number رو ID کارتی که شما سفارش دادید نوشته شده. ID Number های آذربایجان با TC شروع میشن. این حالا تفاوتی نداره آذربایجان یا کشورهای دیگه. باید سعی کنید کشورهایی که پایانر زیادی دارن آیدی کارت سفارش بدید. کیفیت آیدی کارت هم بیش از حد مهمه. حالا ما یه عدد همینطوری مثلا رندوم میزنیم. این تعداد ببینید ما مثلا وارد کردیم، میره دوباره این گزینه بعد آیدی کارت چی هست. این مهمه دوستان. ببین تاریخ انقضای آیدی کارت. بعضی از آیدی کارت ها تاریخ انقضا ندارن. شما این تیک که زیر این گزینه نوشته My ID card does not have expiry data، یعنی آیدی کارت من تاریخ انقضا نداره. اگه این تیک رو بزنید دیگه اینجا نمیشه وارد کنی. اینجا تاریخ انقضا میزنیم، معمولا رو آیدی کارت ها نوشته شده. مثلا ما الان زدیم 8/9/2025، پس این تیک رو نمیزنیم. اگه بزنیم این پاک میشه. دوباره میگه کشوری که شما توش زندگی میکنید. دوباره شما مثلا آذربایجان انتخاب میکنید. اینجا این نکته ببین، این آدرس لاین 1، آدرس لاین 2، سیتی، استیت، پروینس ببخشید و کد پستی که آخرین گزینه است. آدرس رو باید کسی که برای شما آیدی کارت چاپ میکنه آدرس رو براتون به صورت SMS بفرسته. آدرس رو شما اونجا کپی میکنید، هر چی هست. حالا من یه چیز همینطوری مثلا وارد میکنم. آدرس لاین 2 نیاز نیست، وارد نمیکنیم. شهر مثلا من میزنم باکو. به اینا دوستان همه دارم به صورت آموزشی وارد میکنم. این چیزهایی که شما وارد میکنین چیزهایی هستن که صادر کننده ی آیدی کارت شما براتون ارسال کرده. اینو اشتباه بزنید بعضی اوقات به مشکل برمیخوره. هرچند KYC پای خیلی روی این موضوع دقت کردنه که KYC غیر متمرکزی باشه، اطلاعات لو نره. به همین خاطر مجبور شدن از قدرت KYC، از امنیت KYC کاهش بدن که این خیلی به نفع ما ایرانی‌ها شده. چون ما ایرانی‌ها الان داریم دور میزنیم دیگه KYC و با اینکه ما از قبل اطلاعاتمون، کشورمون، حتی شماره موبایلمون رو زدیم ایرانی، ولی داره KYC ما رو میپذیره. استیت یعنی باز همون جایی که زندگی میکنید، دوباره همون شهر رو وارد میکنید. کد پستی هم معمولا مال باکو مثلا 4 حرفه یا 3 حرفه. ببینیم ما نکس میزنیم. خب ببین دوستان، من دیگه این قسمت رو نمیگیرم چون تصویر اینو بگیرم دیگه تمومه. KYC دیگه گزینه‌ای نداره. بعد از این گزینه دیگه تیک میزنید. الان دیگه من اینجاشو مجبورم به صورت همینطور توضیح بدم براتون، فقط اینو دقت کنید. ببینید I'm ready رو که زدید، این گزینه پایین I'm ready پایین صفحه است. اینو که بزنید تصویر میاد روی عکس. ببینید الان چیزی که اومده، الان داره تصویر من نشون میده. استارتو که بزنید تا یه بیزوی میاد اینجا دور صورت. اینجا که اومد دور صورت
شما دقت میکنید به دوربین نگاه میکنید، اگه حالت این بیضوی که اومده سبز شد دایره ماننده که دور صورت شماست، یعنی اوکیه، نکس میزنید میره بعدی. باید تو بعدی لبخند بزنید. توجه کنید در واقع این فیلم رو میگیرن که متوجه بشن شما یه شخص واقعی هستید، یه عکس یا یه تصویر نیست. جای قرار میگیرید، ببین الان مثلا نور داخل گوشی من هست، نور سقف هست، اینطوری فیلم نگیرید. برید وایسید یه گوشی که نور پردازی خوب باشه. این میره دست کسایی که تایید میکنن KYC ها رو، این فیلم رو به صورت زنده تماشا میکنن. لباستون مهم نیست، حالتتون مهم نیست، موهاتون مهم نیست، این فقط میخواد ببینه شما واقعا یه انسان هستید یا نه مثلا یه ربات هستید. اینو که زدید دیگه KYC تون تموم میشه. بعد از این یه صفحه کامل کل اطلاعات میاد. اگه اطلاعات ایراد نداشته باشه حق ویرایش به شما میده. حتما اسم و فامیلو دقت بکنید. حالا تاریخ تولد و شهر و اینا یه خورده از اهمیت کمتری برخوردارن، اسم و فامیل خیلی مهمه. حتی آیدی نامبر هم اهمیت آنچنانی نسبت به اسم و فامیل نداره که با یک آیدی کارت، دو با اکانت پایتون تفاوت نداشته باشه، حتی یه حرف هم تفاوت داشته باشه KYC شما تایید نمیشه دوستان. بعد از KYC حالا ما برگردیم چون این آزمایشی بوده. بعد از KYC ببینید دوستان، حالا انشالله که اطلاعات وارد نشده باشه چون این اکانت یکی از دوستانه، به رسم امانت من رمزش رو گرفتم برای آموزش. فقط من این نکته رو خدمتتون بگم. بعد از KYC ببینید دوستان، بعد از KYC معمولا نهایتا 10 دقیقه زمان میبره. اینجا وقتی وارد قسمت KYC بشید میدونه که KYC شما تایید شده و داخل اکانتتون تیک KYC و برید اونجا پروفایل KYC میخوره. خب شما بعدش باید چی کار بکنید؟ ببین من اینجا متاسفانه اطلاعاتم اینقدر اومدن جلو، این خیلی بده برای KYC بعد، ولی خب دیگه به خاطر آموزش مجبور شدیم. شما میاد اینجا داخل ولت، ببینید کیف و پول گزینه دومی است. کیف و پول رو اینجا تعریف میکنید. اگه تا حالا کیف پول درست نکردیده خب اینجا به این صفحه ظاهر میشه. اینجا آموزش درست کردن کیف و پول رو تو یک کلیپ دیگه حتما براتون میذارم که این طولانی نشه. شما کیف و پول رو که درست کردید یه 24 کلمه امنیتی بهتون میده. اون 24 کلمه امنیتی رو باید برین داخل گزینه‌های پای. ببینید اینجا پای رو باز میکنید، میاید قسمت مینت اینفو رو میزنید، این گزینه ها میاد بالا. حالا من قصدم از آموزش این قسمت فقط KYC بود، شما کاری انجام نمیدید. اینجا ببینید مینت چک لیست، اینو میزنید. اگه KYC تون اوکی شده بود، ببینید اینجا من الان KYC نشده، ببینید قسمت بنفشه این سبز میشه. اگه برای شما این قسمت خاکستریه مثل قسمت هفتم، یعنی این که اصلا درخواست KYC برای شما نیومده. دوستان سعی کنید حتما پایان راه عزیز KYC تون انجام بدید. من تقریبا میشه گفت جزء نفرهای اول داخل ایران بودم. کانال تلگرام داشتم، میبینید آموزش های قبلی گذاشتم مال 3 سال پیشه. به همه اطمینان داده بودم که پای واقعا جای رشد داره، حتما فعال بکنید، حتما انجام بدید. ولی خب اونایی که گوش گرفتن دمشون گرم و هر حال به این نتیجه رسیدن. همین الان داخل صرافی‌ها داره $40 معامله میشه. درسته ما الان نمیتونیم خرید فروش انجام بدیم، ولی این ارزش پای رو نشون میده. اصلا فعال کردن پای رو فراموش نکنید. برای آیدی کارت حتما هزینه کنید. بهتون قول میدم تو یک قیمت‌های درست حسابی میتونید پایتون رو فروش بزنید، ولی شما باید قبلش KYC کرده باشید، آیدی کارت رو سفارش داده باشید، KYC کرده باشید. پای به این قسمت 8 رو ببینید، میگریت تو مینت، این قسمت که سبز بشه آخرین قسمت، یعنی پای هایی که این قسمت بالا هستن مثلا از 1700 تا تقریبا باید طبق تجربه 1400 500 تاش اگه زیر مجموعه نداشته باشید آزاد بشه. میره داخل کیف و پول آماده است. وقتی که پای لیست شد شما دست به ماشه میتونید فروش بزنید یا نه هولد کنید نگه دارید، ولی وقت آنچنانی برای KYC نمونده.
الان این قسمت 2 3 و اینایی که بنفش شده اینا رو گذاشتم برای یه آموزش دیگه که این فیلم طولانی نشه، چون بعضی اینا رو بلد هستن و اینکه واقعا بتونم حالا یا یکی از دوستان لطف کنه ادیتوری رو به عهده بگیره، بتونیم واقعا آموزشایی که خیلی لازمه داخل جامعه پایانرها بگیریم و داخل یوتیوب بگذاریم. کانال تلگرامم میذارم براتون، دوستانی که میخوان اطلاعات خبرها و اینا رو به روز باشن راجع به پای نتورک میتونن وارد کانال تلگرام بشن. تا آموزش بعدی، بدرود همگی عزیزان.